بسم الله الرحمن الرحیم و عرض ادب و احترام. امیدوارم حالتون خوب باشه. با قسمت مدار شارژ گوشی‌های اندروید در خدمتتونیم. امیدوارم که جلسه خوبی رو هم داشته باشیم. ببینید بچه ها، توی گوشی‌های اندروید، من اینجا رو پاک کنم اول، اینم ببندیم. ببینید بچه ها، توی گوشی‌های اندروید یه ساختار وجود داره موقع طراحی کردن. چه گوشی‌های سامسونگ، چه هواوی، چه شیائومی، عموما 90% مهم نیست پرچمدار باشه، میان رده باشه، گوشی ضعیفی باشه، مدار شارژ عموما یه ساختار داره. این ساختار به چه شکله بهتون میگم. من یه خورده آب بخورم. خیلی ببینید بچه ها، توی گوشی های اندروید گفتیم که قبلا ما یه برد کوچیک داریم به اسم ساب برد یا برد شارژ که تایپ C روی اون قرار میگیره. این برد به وسیله یه کانکتور و یه فلت به برد اصلی ما وصل میشه که روی خود برد اصلی هم یه کانکتوره. این ساختار گوشی‌های اندروید امروزیه و همه جا هم همه مدل هم همین شکله. ما طراحی دیگه ای نداریم. حالا گوشی‌های اندروید توی مدار شارژشون خب خطایی وجود داره، آیسی وجود داره، هر آیسی اسمایی داره. توی بسیاری از مدل‌ها کوالکام یه نوع اسم گذاری میشه، خطاشون توی مدیاتک یه جوره، اما خب زیاد سخت نیست و پیچیده هم نیست. اما ساختار اصلی به چه شکله؟ ببینید بچه ها، یه گوشی برای اینکه شارژ بشه نیازمند چند تا خطه. توی ساده ترین حالت برای اینکه باتری یه گوشی رو شارژ کنیم و عموما یه باتری رو شارژ کنیم، باتری دو قطب بیشتر که نداره، یه قطب منفیه، یه قطب مثبته. این ساده ترین شکل یه باتری. گوشی های موبایل هم باتری دارن، باتری های لیتیومی دارن، یه تفاوتایی با باتری ساده بازاری که ما میخریم هست، اما خب اون اصل و اساس ایدئولوژی و پیکربندی اینا یه چیه؟ یه قطب مثبت داریم، یه قطب منفی. حله. پس برای اینکه این باتری رو ما بتونیم شارژ کنیم نیازمند یه منبع تغذیه داریم. حالا توی گوشی و توی مسیر شارژ منبع تغذیه ما آداپتورمونه. آداپتور 100 وات الان هست، 120 اومده، 33 وات، 24 وات. خیلی کاری به اینا نداریم، اینا رو به موقعش براتون توضیح میدم. پس برای اینکه یه باتری رو شارژ کنیم نیازمند یک منبع انرژی. حالا این منبع انرژی ما که در از خودش وابسته به ولتاژ AC توی شبکه برق شهریه، توسط یک کابل که حالا عموما توی گوشی امروزی تایپ C وصل میشه به برد شارژ ما. این خط مثبت ما اینجا در نظر بگیرید، خط منفی ما رو قرمز در نظر. خط مثبت ما برای اینکه این مسیر رو طی کنه به آیسی شارژ برسه و از آیسی شارژ به کانکتور باتری برسه تا بتونه کل باتری رو شارژ کنه، یه اسمی داره. ما به این اسم و اسم گذاری نیاز داریم. خطی که ولتاژ مثبت مدار ما از تایپ C شروع میشه تا زمانی که به آیسی شارژ میرسه، این خط به نام V
باس شناخته میشه. یعنی چی؟ یعنی نامگذاریش اینه. وی باس به معنای اتوبوسه و ولتاژ هم وی هم که کلمه اختصاری ولتاژه. این اسم گذاریه، همه جا مرسومه. توی گوشی‌های سامسونگ، توی گوشی‌های شیائومی ما ولتاژ باس رو همه جا میبینیم. توی 90% گوشی‌های اندروید این ولتاژ باس، این خط به نام ولتاژ باس نامگذاری میشه. حالا بیاین توی نقشه ببینیمشون. خب توی نقشه این آیسی شارژ ماست، آیسی CHG شارژ. چند تا مدار دیگه هم داره، میبینید زده به اضافه FG که معنای فیول گیج یا همون سوخت انرژی ماست، به علاوه باک که این مدار کاهنده است. همه اینا توی این آیسی قرار گرفت، اما ما فعلا با بخش شارژش کار داریم. اگه اینجا رو زوم کنیم ما ولتاژ باس وی باس 5 ولت رو میبینیم. اما خب اگه بریم روی کانکتور اصلی که من الان بذارید پیداش کنم، ما از کانکتور اصلی بردمون ببینیمش، ببینیم تو چه صفحه‌ایه. فکر کنم صفحه 5 باشه. اینا مین کانکتور، اینا شما وی باس 5 ولت کانکتور. پس این خط مثبت ماست. حل تا اینجا چیز سختی نیست. این خطیه که میبینید که چند تا پایه هم هست، 1 3 5 7 2 4 6 8، یعنی چند تا پایه رو به خودش اختصاص داده، چون ولتاژ زیادیه، فشار زیادیه، جریان زیادی قرار از این عبور کنه، در نتیجه با یه پایه وصلش نمیکنه. مثلا ما اینجا میبینیم که 2.2 ولت با یه پایه وصل شده، حتما ولتاژش کمه، جریان خیلی کمی هم از این خط عبور میکنه، در نتیجه یه پایه بساش کافیه. اما ولتاژ از خط اصلی شارژ ما خط بزرگیه، حتی برد رو هم که باز کنید و کانکتور اصلی رو روی بردم ببینید به صورت فیزیکی، اون قسمتی که روی برد هست کاملا واضحه که یه قسمت بزرگ و یه خط بزرگ از سیم مس برای این مسیر انتخاب شده. اما خب این تا اینجا که فکر نکنم مسئله سختی باشه. اما خب هر مسیری که قرار طراحی بشه برای حفاظت از اون نیازمند قرار گرفتن قطعه‌ای. توی مدار شارژ ما قطعات محافظ زیادی داریم. مثلا خازن ها رو داریم، سلف ها رو داریم، مقاومت ها رو داریم و آیسی ها رو. آیسی که در مسیر شارژ برای محافظت از این مسیر در برابر اضافه ولتاژ و حتی اضافه جریان وجود داره رو میگن آیسی OVP. OVP بچه ها به معنای اوور ولتاژ، به معنای اینکه حالا تلفظش رو اشتباه نگم، پروتکشن یعنی محافظت، آیسی محافظت از ولتاژ بالا. این بالا یعنی چی؟ یعنی اینکه هر مداری یک مقدار توان مشخصی موقعی که طراحیش میکنن بهش اختصاص میدن. مثلا میگن این مدار 2 ولتاژیه، اگر ما 10 ولت بدیم این مدار میسوزه، توان و تحمل این فشار رو نداره. این از این. مقاومت ها وجود داره، سلف ها وجود داره و خازن ها. اما ساختار کلی به این شکل میشه. ما این کانکتور تایپ C ماست، خط مثبت ما
یا همون چی؟ وی باس حرکت میکنه به روی کانکتور سابورد میاد، از کانکتور سابورد توسط فلت وصل میشه به برد، وصل میشه به کانکتور برد اصلی. به صورت چند تا پایان بود تو نقشه دیدیم. از روی کانکتور اصلی مستقیم، حالا توسط چند تا مثلا خازنم محافظت میشه تو مسیر، به آیسی OVP میرسه و از آیسی OVP به آیسی شارژ CHG و از آیسی شارژ به کانکتور باتری. این کل ساختاری که ما میبینیم توی تک تک موبایل ها من ندیدم، خیلی کم وجود داره، خیلی کم وجود داره گوشیایی که این ساختار رو نداشته باشن، یعنی یعنی تایپ C، وی باس، OVP، آیسی شارژ، کانکتور باتری. بعضی گوشی ها بچه ها مثلا گوشی های قدیمی تر، حالا حتی گوشی های امروز، ممکنه برای اینکه هزینه ها رو کم کنن بیان OVP و آیسی شارژ رو یکی کنن. همونطور که دیدیم توی مدل عادی که مثلا ما مثال زدیم، اومده بودن آیسی شارژ رو به اضافه آیسی FG به اضافه آیسی یک مدار باگ کرده بودن. چرا؟ همه این مدارا میتونن جداگونه به صورت آیسی قرار بگیرن، اما برای اینکه هزینه کم بشه و برد اون به اصطلاح صرفه اقتصادی بهتری براشون داشته باشه و طبیعتاً از کیفیتش هم کم میشه، اما خب میان چند تا آیسی رو توی یه آیسی قرار میدن. این طبیعیه و امکان داره حتی مثلا گوشی‌های به اصطلاح پرچمدار ما به جای یه آیسی OVP 2 تا آیسی OVP ببینیم. این امکان هم هست، من مدل‌های زیادی هم وجود دارن و حتی امکان داره به جای آیسی OVP به جای 2 تا حتی 3 تا باشه و گاهن هم دیده میشه که حتی خود آیسی های OVP هم مداراشون فرق دارن. برای مثال بعضی از آیسی های OVP هستن که فقط ورودی دارن و فقط خروجی دارن. این مدار، این نوع از آیسی ها که مثلا توی گوشی های عموما پایین رده وجود دارن و متوسط، میتونیم این OVP ها رو جامپ بزنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر یه OVP سوخت و ما اون آیسی رو در اختیار نداشتیم، میتونیم این آیسی رو حذف کنیم، پایه های ورودی زیرش رو وصل کنیم به پایه های خروجیش و گوشی کار میکنه و اروری هم نمیده. اما گوشی های اما OVP های هستن که مدارات دیگه هم دارن، علاوه بر این که محافظت میکنن مدارات دیگه هم دارن. این گوشی ها رو ما نمیتونیم جامپ بزنیم، اگر جامپ بزنیم حتما ارور شارژ باش مواجه میشیم و امکان داره حتی برخی از مدارات هم از کار بیفتن. اما جدا از همینا ساختار این بود: وی باس تایپ C، کانکتور ساب بورد، فلت، کانکتور مین اصلی، کانکتور مین بورد، OVP، آیسی شارژ و خط باتری. خیلی خوب، بریم توی گوشی ها بررسیش کنیم. مثلا این A11 بود که مثلا ما بررسی کردیم، ما A12 رو باز میکنیم. تا نقشه باز شه. خب این نقشه لیاوت ماست. ما نقشه شماتیکش رو هم باز میکنیم تا بهتر بتونیم بررسیشون کنیم. خب بچه ها، این کانکتور اصلی ماست، کانکتور مین بوردمون. ببینید بچه ها، توی این کانکتور زده LCD
و BTB کانکتور. یعنی چی؟ BTB یعنی بچه ها برد تو برد، یعنی برد ساب برد تو به برد اصلی ما به اضافه یه LCD. این کانکتور بچه ها بعضی از مدل ها هستن 2 تا کانکتور وجود داره، یک کانکتور مخصوص ساب برد و یک کانکتور مخصوص LCD. خیلی گوشی هم هستن که با یک کانکتور روبروان، یعنی LCD و ساب برد توسط یک فلت به یک کانکتور وصل میشن که هر دو مداراتو دارن. این هم خوبه که بدونیم، چیز زیاد عجیبی نیست. میدونم خیلی هاتون قطعا این مسئله رو میدونست، اما خب برای اینکه بدونیم الان بین این همه پایه اونایی که خاکستری هن که میدونیم یعنی GND هن، کاری به این نداره. اما بزرگترین پایه این کانکتور بچه ها که سبز و مسیره این پایه هست. میبینید پایه ولتاژ مثبت. برای اینکه جریان و ولتاژ زیادی بچه ها روی این کانکتوره باید مسیر توان و تحملشو داشته باشه، تحمل اون ولتاژ و تحمل اون جریان. برای همین چندین پایه میذارن تا داغ نشه و نسوزه. خیلی خوب، این خط وی باس ماست. وی باس OVP یعنی چی؟ یعنی خطی که از ولتاژ باس، از ولتاژ مثبت تایپ C که با عنوان باس ما میشناسیمش، قراره به OVP بره. خب میبینیم که تو این مسیر این خازن رو هم خازن C6001 هم وجود داره. یعنی اگر ما این خازن رو بزنیم، آره روی نقشه برای ما آورد که تو این مسیره. اوکی، قطعات دیگه بچه ها چیه؟ میبینید قطعات دیگه ممکنه که یه دیود باشه، یه دیود D6001 اینجا وجود داره. این که دیود وجود داره یا خازن وجود داره ربطی به ما نداره، این ربطی به علم و طراحی اون مدار داره و ما زیاد باش کار نداریم. ما تعمیر کاریم، قطعه خراب و قراره حذف کنیم یا جایگزین کنیم تا گوشی به کار بیفته. خب مسیر وی باس OVP بچه ها به چی رسید؟ به این IC رسید. یعنی خطوط قرمز رنگ رو اگه ما دنبال کنیم، ما اینجا خط اصلی رو کلیک کردیم، قرمز شد، به این سمت برد اومد و از این خازن ها دیودا گذاشت وارد این آیسی شد. چه آیسی؟ آیسی U6001 آیسی U6001 که با عنوان OVP میشناسیمش که اینجا هم اسمشو زده OVP Over Voltage Protection که یعنی حفاظت IC که مربوط میشه به حفاظت از ولتاژ، افزایش ولتاژ بالاتر از حد تحمل این مدار. البته در مقابل جریان اضافه و زیادی هم محافظت میکنه. چه اتفاقی میفته؟ اگر جریان زیاد ازش عبور کنه میسوزه و اجازه نمیده که قطعات بعد آسیب ببینن. اما خب بچه ها این آیسی که اینجا میبینیم پایه B3 C2 و C3 پایه های این هستن، یعنی ورودی این آیسی، و پایه های A2 A3 B2 پایه های خروجی ما هستن. میبینید بچه ها، پس ما ورودی داریم و خروجی داریم. اما این آیسی یه خط دیگه هم داره به اسم باس DET. یعنی چی؟ یعنی بچه ها DET به معنای detect، یعنی وصل شده، یعنی اینکه خطی که تایید میکنه اتصال برقراره، خطی که تایید میکنه اتصال برقرار شده، خطی که تعیین میکنه ولتاژ 5 ولت مثبت ما، خط OVP ولتاژ 5 ولت مثبت ما به آیسی رسیده و از آیسی قرار خروج کنه و به مدار میفهمونه که قرار فرایند شارژ شروع بشه. این خط مهمه. یعنی چی؟ یعنی این دسته از IC OVP
آیسیه که ما نمیتونیم فقط جامپ بزنیم و امیدوار باشیم که مدار درست میشه. نه، باید حتما این آیسی جایگزین بشه. چرا؟ چون یک قسمت جداگونه و یک بلوک جدا به اسم باس دتکت در این آیسی وجود داره و ما باید این خط رو تأمین کنیم. پس این آیسی حتما باید جایگزین بشه، ورودی بهش داده شه تا خروجی های خودش رو برقرار کنه. حل تا اینجا؟ این هم از این مسئله. خب خیلیاتون میگیم خب ما زیاد ویدیو دیدیم میان آیسی رو ور میدارن، جامپ میزنن و درست میشه. نه، اصلا درست نمیشه. من بهتون اطمینان میدم که تا زمانی که خط باس دتکت تأمین نشه از طرف آیسی، قطعا یک مشکل وجود خواهد داشت. شاید نمود پیدا نکنه، اما خب قطعا توی میزان جریان کشی، میزان زمان شارژ شدن قطعا تاثیر میذاره و قطعا ارور خواهد داد. من بعید میدونم و ندیدم تا حالا آیسی مثلا همچین مداری رو جامپ بزنیم و اوکی بشه. طبق تجربه من تا حالا همچین چیزی رو ندیدم. و الکترونیک هم بچه‌ها علم 2 تا 4 تاست، یعنی قطعا باید همه چیز سر جاش باشه و همه چیز منظم و مرتب باشه و فکر نمی کنم که بدون اینکه باس دتکت تأمین بشه از طرف آیسی این مدار کار کنه و هیچ گونه خطایی به ما نده. اما خب بگذاریم از این مسئله. ما گفتیم ورودی داریم و خروجی ما به اسم وی باس آی اف شناخته میشه. مثلا تو این مدل این رو نوشته. حالا چرا وی باس آی اف؟ بچه آیسی های شارژ توی مدل های سامسونگ عموما با عنوان IFPM-IC شناخته میشن. یعنی چی؟ یعنی بچه PM به معنای پاور منیجمنت، یعنی مدیریت قدرت. آیسی های تغذیه توی مدل های سامسونگ با عنوان PMIC شناخته میشن، اما آیسی شارژ با عنوان IFPM-IC شناخته میشن. حالا ما جلوتر میریم این رو میبینیم. خب ما خروجی رو میزنیم، یعنی پایه آدو رو که بزنیم 3 تا پایه هست، یه خازنه که ما اینجا این خازن رو میبینیم 306023 306023. حالا ببینیم به کجا میره. خب معلومه دیگه، قطعا به آیسی شارژ میره. اما خب شما میگید نه، رفته به این سلف رسیده. این سلف وجود داره توی مسیر و یک قطعه سریه برای محافظته. گفتم که ممکنه مقاومت توی مدار باشه، ممکنه سلف باشه، ممکنه دیود باشه که دیدیم. ما این خط رو بزنیم به آیسی شارژ میرسیم. این آیسی شارژ، میبینید بچه ها آیسی شارژ رو با این عنوان نوشته IFPM-IC و ما خط، خب این آیسی شارژ ماست. ما ولتاژ باس رو میبینیم که چندین پایه است، H6 H7 J6 و J7. این پایه های ورودی ماست، یعنی وارد آیسی شارژ میشن. حالا بخش مهمی که وجود داره اینه که ما باید بدونیم که پایه هایی که ما تا اینجا چی رو بررسی کردیم؟ ما پایه ولتاژی رو بررسی کردیم، ولتاژ مثبت. یعنی ما اومدیم باتری موبایل رو یه باتری ساده تصور کردیم، گفتیم یه قطب مثبت داره و یه قطب منفی و برای شارژ کردن یه باتری با قطب مثبت و منفی نیازمند یک چی بود؟ یک منبع انرژی بود. منبع انرژی که آداپتور در نظر گرفته شد و خط مثبت رو هم وی باس ما تا آیسی شارژ دنبالش کردیم. اما خب این که شارژ شکل بگیره نیازمند پایه‌های مختلفیه. یعنی ما حتی روی همون کانکتور تایپ C که در نظر داشته باشیم
ما که فقط پایه ولتاژ مثبت رو نداریم و ولتاژ منفی یا همون زمین یا GND وی مثبت. ما که فقط این دوتا پایه رو نداریم، پایه های زیادیه. پایه DM، پایه DP، پایه CC1، پایه CC2 دیگه، پایه SPU 1 یا 2 و دیگه مثلا پایه های RxTX مثبت و منفی. همه اینها وجود داره، اما خب اینها مربوط به شارژ خیلی هاشون نمیشن. پایه CC1 و CC2 DM و DP مربوط به شارژ میشن و فرایند شارژ کردن. اوکی، پس بچه ها DM DP همه اینها رو تو جلسات دیگه منظم بهتون میگم. یعنی همه اینا مربوط میشن به تکامل USB که ما USB 1 داشتیم، USB 2 داشتیم، 2.1 داشتیم، 2.2 داشتیم، USB 3 داریم، USB 1 داریم، 2 داریم. همه این مثلا خطوط RxTX همه اینها بهتون توضیح میدم که شارژ گوشی ها با مرور زمان که این باتری هاشون بزرگتر شد چه پروتکل های جدید اضافه شد، چه طراحی های جدید اضافه شد. فعلا داریم قدم جلو میریم. همه اینها رو به وقت و زمان خودش بهتون میگم و جوری هم میگم که کامل درک کنید که چرا CC1 و CC2 وجود داره، چرا RxTX مثبت و منفی وجود داره. همه اینها رو به مرور بهتون میگم. اما خب همونطور که گفتم روی کانکتور تایپ C ما علاوه بر ولتاژ مثبت و ولتاژ منفی یا همون GND، ما برای اینکه شارژ اوکی باشه، شارژ شروع بشه، شارژ و فرایند شارژ اتفاق بیفته، نیازمند چند تا پایه دیگه هم هستیم. اون پایه ها چیه؟ یکیش DM، یکیش DP، یکیش CC1 یا حالا CC2. این دوتا خط یکی هن، فقط دوتا طراحی شدن، در اصل عملکردشون یکی، از یه خط استفاده میشه. حالا بهتون میگم. پس بچه ها وقتی DM، DP و CC برای فرایند شارژن، اوکی، برای فرایند شارژ هستن، پس باید به کجا برن؟ به کدام آیسی باید برسن؟ آفرین، قطعاً باید به آیسی شارژ برسن. قطعاً باید به آیسی شارژ برسن. حالا DM چیه؟ بچه ها DM به معنای دیتا ماینس یا همون منفی خودمون، دیتای منفی. DP به معنای دیتا پازیتیو یا دیتای مثبت. CC هم بچه ها یعنی حالا ترجمه فارسیش به معنای کانال پیکربندیه. حالا بهتون جلوتر همه اینا رو میگم. خب اسمشون رو گرفتیم، حالا میریم عمل کردشون. پس دیتا ماینس و دیتا پازیتیو در فرایند شارژ و برای شارژ شدن علاوه بر ولتاژ مثبت ما که خط باس نامیده میشد و ولتاژ منفی ما که GND و زمین مداره، ما به این دوتا خط DM و DP هم نیاز داریم. پس باید شاهد ورود کردن این دو خط به آیسی شارژ هم باشیم. بریم تو این مدار نگاهشون کنیم. خب DM و DP تو این قسمت عموما قرار میگیره. اینا شما USB DP USB DN. حالا بچه DN و DM یکی هستن. یه جا توی یه مدل توی یه سری از گوشی ها DM هستن به معنای دیتا ماینس. یه نامگذاری دیگه هم هست دیتا نگاتیو یا DN. یعنی این خط فقط اسمشون فرق داره، عملکردشون در واقع یکیه.
خب همونطور که میبینید این ورودی های ماست. DM، حالا اینجا DM بچه ها زده، اینجا DN اما اینجا DM و DP وارد آیسی شارژ شدن. میبینید این خط وی باس ما بود، این خط DP و DM. اگه این دو تا خط آسیب ببینن فرایند شارژ ما از بین میره و جریان کشی اتفاق نمیفته. ممکنه ارور به ما بده، ممکنه نده، ممکنه گوشی حتی اگر اتصالی تو این مسیر به وجود بیاد، چون علاوه بر آیسی شارژ به CPU هم میرن که حالا بعد بهتون میگم که چرا به CPU هم میرن، ممکنه گوشی خاموش شه و اصلا آف کنه. حالا این تا اینجا بچه ببینید، این تا اینجای مدار. پس ما چند تا خط رو یاد گرفتیم؟ ما 4 تا خط رو یاد گرفتیم. خط وی باس، این هم GND ما. خط دیتا M یا N که به معنای نگاتیو یا ماینسه، و خط دیتا P که به معنای پوزیتیو یا همون مثبت. این هم نگاتیو ما. همه این پایه ها از طریق سوکت تایپ C این 4 تا خط ما از وصل میشن به برد شارژ یا ساب برد ما از طریق کانکتورش به وسیله یه فلت مسی وصل شدن به برد اصلی ما توسط یک کانکتور که خط باس ما که با مشی الان اینجا نشونش میدیم عبور میکرد. قطعات مختلفی وجود داشت، خازن، دیود و حالا ممکنه مقاومت هم باشه، ممکنه نباشه، این ربطی به طراحی مدار داره و به ما ربط نداره. عبور میکرد، با آیسی OVP میرسید، از OVP خارج میشد و آیسی شارژ میرسید، شارژ آیسی. و خط دی و خط دیتای مثبت ما از تایپ C حرکت میکرد، به کانکتور اصلی میرسید، از کانکتور اصلی با آیسی شارژ. و خط DM ما، دیتای منفی یا DN ما، از تایپ C حرکت میکرد روی کانکتور اصلی ما و به آیسی شارژ میرسید. حالا تا اینجا این 4 پایه‌ای هستند که برای شارژ شدن به آنها نیازمندیم. باید وجود داشته باشن، باید متصل باشن، نباید قطعی داشته باشن. قطعی تو هر کدام از این مدارا باعث از بین رفتن و متوقف شدن فرایند شارژ میشه. اما خیلی از خود من به خصوص توی گوشی‌های سامسونگ سری A12، A13 و A14 پایه GND بچه‌ها توی این 3 تا مدل که گفتم اگر براتون میاد حتما پایه GND رو که عموما این سمت مداره حتما تست بگیرید. یعنی چی تست بگیریم؟ تست بگیرید که به مدار و برد وصله. چون من چند تا مدلی که توی این 3 تا مدل 3 تا سری گوشی بهتون گفتم، حداقل مثلا A12 2-3 مورد دیدم که آقا شارژ اتفاق نمی افتاده. من خط وی باس رو چک کردم، خط دیتا منفی رو چک کردم، خط دیتا مثبت رو چک کردم، اما همه چی اوکی بود، همه چی 100% درست بود، اما شارژ اتفاق نمی افتاد. داشتم میرفتم به سمتی که آیسی عوض کنم، داشتم میرفتم به سمتی که بگم مشکل حتما از سی پی یو که اتفاق نمیفته،
و 1000 چیز دیگه، اما به صورت خیلی اتفاقی این GND رو اینجا نگرفته بودم. تست بوق داشتم میگرفتم، گفتم اتفاقی به این پایه خواستم تست اوم بگیرم، تست دیودولیا بگیرم، به جای اینکه به پایه مثبت بزنم دوباره چک بگیرم زدم به پایه منفی، دیدم زده OL، در صورتی که باید بوق میزد یا 0 می بود یا در حد 0 می بود، اما OL نشون داد و نشون داد که اصلا این پایه وصل نیست به کف بورد، لحیم سردی داشته و حتی از توی لوب هم معلوم نبوده. با یه لحیم زدن به اینجا کل فرآیند شارژ دوباره روی کار افتاد. پس حتما از وصل بودن پایه GND هم نگین این زمینه خب همه جا هست ولش کنیم، نه، حتما ابتدا از وصل بودن به نظر من GND شروع کنید، چون ممکنه همین اتفاق کوچیک، خب گوشی‌های سامسونگ و گوشی‌های شیائومی عموما کیفیت درستی توی لحیم کاری ندارن و قطعاً لحیم سردی به هم میزنن. خیلی از مشکلات چه خاموشی چه شارژ نشدن، فقط کافی یه خورده حرارت بگیری رو برد، یه خورده خمیر قلع بزنی که اون توپ قلعا دوباره خودشون رو جمع کنن، دوباره مشکل حل میشه. و حتما به این موضوع توجه کنید چون خیلی میتونه شما رو به بیراها بکشه. اما خب جدا از این بگذریم، بیایم کلا توی گوشی‌های مختلف این رو بررسی کنیم، ببینیم وجود داره این اتفاقاتی که ما گفتیم یا نه. خب این A12 بود. خب A12 رو ببندیم، بریم مثلا سراغ A14. نقشه باز شه، منم یه خورده آب بخورم. خب میبینید که مثل برخلاف A12 که کانکتور LCD و کانکتور شارژ ما با هم دیگه بودن، اینجا جدا جدا هستن. این کانکتور تصویر ماست و این کانکتور شارژ ماست. خب ما پایه مثبت رو که عموما همیشه متقارن به پایه منفی هست و یا بگیم روبروی هم دیگه هستن روی نقشه، ما اون رو کلیک میکنیم. خب به یه خازن خورده، یه دیود، یه خازن و یه آیسی، دقیقا مشابه، خیلی شبیه به A12. خب ما نقشه شماتیک هم باز میکنیم تا کامل تر داشته باشیم. خب این ورودی آیسی چیه بچه ها؟ آفرین، این OVP مداره. الان نقشه شماتیک باز شه بهتر ببینیم که نامگذاری روی شماتیک هم داشته باشیم. خب روش کلیک میکنیم، آیسی OVP ما که زده با A23 5G هم مشابهه. خب ببینید بچه ها، توی اینم باس دتکت وجود داره، وجود داره. یه پایه دیگه هم هست زده OVLO که فقط اسمه. میبینید که اگه دنبالش کنیم خورده به GND، مثل ENB که پایه A1 بوده، اونم خورده به GND. نه GND 4 هم GND 12 هم زمین یا همون GND. ببینید پایه های زمینی ماست. خب ورودی ما 3 تا پایه که داریم میبینیم قرمز رنگ، خروجی ما این 3 تا پایه است. ما میزنیمش، میبینیم که وصل شده به 2 تا خازن‌های 5225 5226، میبینیم 5225 5226 و در نهایت خب اینجا میبینیم که اون سلفی رو که ما توی A12 دیدیم اینجا نیست، اینجا اون سلفه نیست. طراحی مدار ایجاب کرده که دیگه نیاز به سلف نداره. خب با یه خازن دیگه وصل میشه و ورودی شده به آیسی شارژ که اسم بوردیش هم به این صورت S2MU106. خیلی از گوشی های سامسونگ دیدم که همین آیسی رو دارن، حالا حضور ذهن ندارم، اما S2MU106
زیاد دیدم. خب این آیسی شارژ، آیسی شارژ پایه ورودی داره، CHG این، یعنی CHG یعنی شارژ، مخفف شارژ، این یعنی ورودی، CHG این، که حالا برخلاف مثلا آیسی شارژ A12 که فکر کنم SM5714 است، این فقط 2 تا پایه و 2 تا توپ ورودیشه و طراحی آیسی اینجوری ایجاب کرده که 2 تا پایه بسشه، زیادتر لازم نیست. مثلا تو اون آیسی 4-5 تا بود، اما اینجا 2 تاست. خب ما گفتیم 2 تا پایه دیگه وجود داره. میبینید بچه‌ها CC1 و CC2 هم وارد آیسی شارژ شدن، چون گفتم توی فرآیند شارژ مهمن، اما فعلا کاری باهاشون نداریم. پایه‌ای که ما گفتیم مهم بود چی بود؟ DM و DP. دنبالشون میگردیم، همینجا باید باشن. خب DM و DP ایناشونه. USB نه این آره همینه. حالا میبینید که مثلا توی این مدل زده USB AP DN USB AP DP و DN. خب این پسوند AP هم اضافه شده. AP بچه‌ها یعنی اپلیکیشن پروسس، یعنی همون CPU ما، همون پردازنده ما. بهتون گفتم که DP و DM علاوه بر IC شارژ به CPU هم میرن. فعلا کاری باهاش نداریم که چرا میرن، به چه علت میرن، ما فعلا کاری به اون نداریم. اما خب میبینیم که توی این خط بهش اشاره شده و توی نامگذاری اپلیکیشن پروسس یا همون CPU ما اومده. اما خب این فقط اسمه، ما کاری بهش نداریم. ما کاری به این داشتیم که بدونیم DM و DP وارد شدن. حله. اگر این رو کلیک کنیم و اصلا نمیخواد کلیک کنیم، روی بورد اصلی بریم و دنبالشون بگردیم که اشتباه هم نکرده باشیم. خب خط DM و DP ایناش DM و DP MUIC DM و DP. خب به وسیله این مقاومت ها به کجا رفتن؟ خب بچه ها مثلا این مدل جالبه، A14 به وسیله این مقاومت ها به یه آیسی دیگه هم اومدن. میبینید بچه ها به این F6000. این F6000 بچه ها زوم که کنید میبینید چیه، یعنی یه سلفه. میبینید یه سلفیه که جدا شدن اصلا، یعنی به جای اینکه این آیسی رو بذارن میتونستن 2 تا سلف مثلا این شکلی ادامه این خط قرار بدن، اما اومدن 2 تا سلف رو کردن توی یه آیسی وصل شدن به هم. یعنی پایه 1 داخلش یه سلف وجود داره که به پایه 3 میرسه، 2 هم یه سلف وجود داره که 2 رو وصل میکنه به 4. یعنی اگر این آیسی مثلا شکسته بود، ما میتونیم ورش داریم، پایه 1 رو سیم بکشیم به 3 و 2 رو وصل کنیم به 4، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. فقط یه سلفه. سلف هم که میدونید یه سیم پیچه، قطعاً بهتره که جایگزینش کنیم، اما خب میتونیم همچین کاری هم انجام بدیم. اما خب میبینیم که این پایه 1 مقاومت ما از برد اومده. ببینید بچه ها از برد حرکت کرده اومده به سر این مقاومت و ما خروجی این مقاومت رو که بزنیم وارد این آیسی میشه که 1 وصل میشه به 3 و ببینیم 3 کجا میره. 3 وارد آیسی شارژ شده، پایه 4 که حالا اینجا به صورت حروف نوشته. اما خب خطی رو که ما اینجا اشتباه به شما گفتیم چی بود بچه ها؟ ما گفتیم این خط DM و DPه، USB AP DM DP USB AP DN، در صورتی که ورودی DM و DP ما این بود MUIC DP. چرا گفتم بهتون اینو؟ چون اینجا زده، چون ما این خط رو که برعکس دنبال کنیم به IC برسیم بچه ها
مثلا پایه 17 ایناشونه 17 رو دنبال که کنیم بیایم به این مقاومت و این پایه MUIC-DN. اما خب این پایه چیه؟ اون پایه که ما به شما معرفی کردیم چیه پس؟ اونو بهتون میگم. ببینید بچه ها، خط DMP میتونه به دو صورت به CPU برسه. میتونه وسط راه انشعاب بخوره. بذارید مثلا بکشم که دقیق تر بفهم. ببینید بچه ها، خط DM و DP به دو صورت میتونه به CPU برسه. یکیش اینجوریه که مستقیم DM حرکت میکنه، منشعب میشه، یه قسمت میخوره به IC شارژ و یه قسمت میخوره به CPU. اما خب امکانم داره اینجوری نباشه، امکان داره به این شکل بره، وارد IC شارژ بشه، از IC شارژ داخل خود IC شارژ منشعب بشه و به CPU برسه. همین اتفاقی که داریم میبینیم، این پایه MUIC-DP، اما این خط یعنی تا اینجا MUIC-DP، اما این خط که به CPU میرسه زدن USB AP-DP. اسم AP رو آوردن، اسم CPU رو آوردن که ما بفهمیم خطی که به CPU میرسه. برای اثباتش هم اگر ما مدار رو باز کنیم و این خط رو دنبال کنیم، این خط، نه این خطی که ورودیم، این خط USB AP-DP. خب ما اگر دنبالش کنیم قطعا به CPU به UCP 4000 صفحه 3 رسیدیم. ببینیم همینه، UCP 4000. فهمیدید بچه ها؟ خطی که وارد CPU شده و میبینید که بالایش چیه؟ USB AP-DN. چیز سختی نیست. حل تا اینجا این، به جای اینکه مستقیم از رو کف بورد انشعاب بخوره بره داخل CPU، این خط مستقیم اومده داخل این IC انشعاب خورده وارد CPU شده. یعنی چی بچه ها؟ یعنی اگر ما حالا بذارید بگیم به IC شارژ، ببینید رفقا، یعنی اتفاقی که داخل این IC میفته اینه که خط D1 از طریق حالا مدار یا حتی مستقیم با واسطه یا بی واسطه وصل میشه به D2. یعنی D1 وصل میشه به D2، مستقیم میره داخل CPU. حالا و خط E1 وصل میشه به E2، مستقیم میره توی CPU. چرا میره توی CPU؟ بهتون میگم، به زمانش بهتون میگم که چرا خطوط DM و DP به CPU هم میرن. به زمانش بهتون میگم، هنوز وقتش نیست. خب CC1 و CC2 رو هم میبینیم و خب این تا اینجا. ما بذارید یه مدل دیگه هم باز کنیم، یه مدل از بالا رده ها باز کنیم. مثلا بذارید مثلا A54 هم ببینیم، یا حالا یه سری اسم براتون باز میکنم که ببینیم. خب این A54 باز شه. نه سرعت اینترنت ما یه خورده پایینه. ببینید بچه گوشی ها مدل ها که بالاتر میره، ببینید بوردا چقدر قطعات زیادتر میشه. ببینید نسبت به یه گوشی A50 رو که مثلا نگاه کنیم یا حتی همون A14 که نگاه میکنیم، مثلا A54 و A14 عموما توی یه بازه زمانی عرضه میشه، اما خب قیمتاشون رو
که ببینیم متوجه میشیم که چرا این اینقدر قطعه داره و A54 اینقدر مثلا قطعا خیلی ضعیف تر از اینه. خب نقشه شماتیکش هم باز شه. خب میبینید که A54 هم بچه ها یک کانکتور داره و تصویر و قسمت شارژ، قسمت ساپورت با یک کانکتور وصل میشه. خب ما کانکتور اصلیمونو که پایه‌های سبز بزرگ رنگه که مشخص هم از کجاست میزنیم. خط وی باسمونه قرمز رنگ میشه. خورده اینترنت ضعیفه. به این سر برد اومده. یه دی 6000 خورده، دیود خورده، یه سلف خورده. میبینید بچه ها و وارد این آیسی شده. این آیسی چیه؟ خب خیلی ظاهرش فرق داره نسبت به OVP های دیگه، اما چیه؟ 100% OVP. U6000 این OVP این OVP ما U6000. حالا چه بگید این؟ خب این آیسی چیه بچه ها؟ اسپوزاری ها بالا اتفاق میفته تو این نقشه. این آیسی SM5451 دیرکت شارژر. این هم بهتون میگم حالا فناوری که توی گوشی سامسونگ وجود داره و برخی گوشی های هواوی هم وجود داره. حالا بهتون میگم OVP پایه های این ورودی ما، پایه های خروجی ما. خب یه OVLO داره که وصل شده به زمین، یه GND، یه پایه EN که اونم وصل شده به زمین و مدار دیگه هم نداره. FLAG که خالیه و NC. خب بچه ها این کانکتور ما، این IC رو ما میتونیم چی کنیم؟ جامپ بزنیم. آره 100% میتونیم جامپ بزنیم و هیچ مشکلی هم برامون به وجود نخواهد اومد، چون هیچ مسیر دیگه‌ای نداریم، هیچ مدار دیگه‌ای نداریم و مدار دتکتی که ما توی A12 دیدیم، A14 دیدیم، میبینیم که این آیسی OVP توی A54 خیلی ضعیفتره اون آیسی هست و نیاز به دستور چیزی نداره و مستقیم کار میکنه. ما مستقیم میتونیم جامپش بزنیم و خب پایه های 10 9 8 خروجی ماست. ما کلیک میکنیم. خب بچه ها میبینید توی دو تا آیسی رفته. توی آیسی U6002 رفته که آیسی دیرکت شارژر ماست و توی چه آیسی دیگه؟ U6003 آیسی شارژ ما که SM5714 است. IFPM آیسی. ببینید بچه ها IF هم زده که مربوط به آیسی شارژ باشه. گفتیم آیسی تغذیه فقط PM آیسیه، آیسی شارژ IFPM آیسی نوشته میشه. ببینید بچه ها حالا این توی دو تا آیسی اومده. چرا؟ خب شما گفتی فقط توی یه آیسی میاد. من گفتم ساختار اینه که توی آیسی شارژ میاد و توی آیسی شارژ اومده. خب گوشی های A54 بچه ها نوع شارژ کردنشون فرق داره نسبت به گوشی A12 و A14. تکنولوژیشون فرق داره، بروزتر شده. یه آیسی دیگه هم گذاشتن که سریعتر شارژ شه و به قولن آیسی فست شارژه این آیسی. ببینید U6002 آیسی فست شارژه. حالا راجع به اینا با هم دیگه صحبت میکنیم بعدا. اما خب طبق گفته من وارد آیسی شارژ شده، ولی خب این گوشی برای اینکه سریعتر شارژ میشه یه آیسی دیگه هم گذاشتن براش. حالا راجع به این آیسی هم توی جلسات بعد کامل صحبت میکنیم. خب این آیسی شارژ اصلی ماست از طریق این خازن VBus IF که بهتون قبلا گفتم. ورودی های ما که اینجا 4-5 تاست، پایه های CC و CC1 CC1 و CC2 و بعد این هم DP و DM ما. این بچه ها
اینم دقیقا مثل A14 فکر کنم A14 بود داره. DM و DP وارد میشن، انشعاب میخورن از طریق این دوتا پایه USB APDP و USB APDN مستقیم. بزنیم آره اینجا خدا رو شکر پایه ها وجود داره میتونیم بزنیم. مثلا پایه B7 که ما پیدا کنیم، پایه B7 B3 B7 بچه ها چیه؟ B7 USB APDP و ما روش کلیک کنیم این خط هیچ جا نمیره مگر اینکه به CPU بره و میبینید که هیچ جا دیگه نیست بچه ها، فقط توی CPU، یعنی از IC شارژ به CPU رفته، هیچ جا دیگه وجود نداره. چون ما گفتیم خط DM و DP یکی میره به IC شارژ یکی میره به CPU، جای دیگه ای نمیره. حل بچه ها، میبینید که مدل دیگه هم براتون بررسی کردیم و به نظرم جلسه رو اینجا تموم کنیم. ما جلسات بعد خب بذارید میخواید یه مدل S رو هم بریم ببینیم، یعنی ببینیم مثلا یه مدل S چیه، چه فرقی میکنه. خب ما مدل A رو ببندیم، گلکسی رو باز کنیم، مثلا مدلی که حالا زیادم چون یه سری مدل ها پایه اضافی دیگه هم داره. خب مثلا SB3FE بزنین نقشه شماتیک داشته باشین، نداره. SB3FE 5G امیدوارم. خب ارور داره میده که میکروفونتون. خب بچه حالا جلسات بعد راجبش صحبت میکنیم. جلسه رو همینجا تموم میکنیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و رو به راه باشید و سر حال خیلی زود برمیگردیم. لطفاً هزاران بار لطفاً ویدیو رو لایک کنید، ویدیو کامنت بذارید براش. این ویدیوها به دست کسایی مثل خودمون، حالا مثل کسایی که مبتدی هستن دارن کار میکنن، سعی دارن اطلاعات کسب کنن برسه. و خب من قرار بود اینطور ویدیو بگیرم که ته هر ویدیو بگم که اگر مثلا 10 تا لایک نخوره و 2 تا کامنت گذاشته نشه من ویدیو بعدی رو نمیسازم. اما خب حالا به دلایلی به نظرم این رفتارم زیاد درست نیست، اما خب خواهش میکنم که لایک کنید و کامنت بذارید، سوالاتون رو بپرسید. من حتما وقت میذارم جواب سوالا رو کامل میدم. و اینکه زنده باد، خیلی زود میبینمتون. یا علی، خدا نگهدار.